در این قسمت خواستم تشکر بکنم از مدیران پیج تقدیر یک که بنده را به همون پای علمی که بنده خواندم و رسیدم خطاب کردن، اگرچه بنده به دوستان خودم این اجازه را نداده بودم که بنده را چنین خطاب بکنن. موضوع چیه؟ موضوع از این قراره در زیر همون پستی که در نهایت بی‌ادبی با بنده متاسفانه برخورد کردن و پستی بسیار حالتی زشت از نگاه اخلاق اسلامی را به نسبت فرد مسلمان درست کردن، زیر همون پست در کامنتی نوشته بودن ادعای عجیب این مفتی وهابی. مفتی به چه کسی گفته میشه؟ مفتی در اصل طبق تصحیحی که علامه شامی رحمت الله علیه در مقدمه رد المحتار داشتن به شخص مجتهد گفته میشه که در کل ایران ما شخص مجتهد هرگز نداریم، همه ما مقلدیم، حالا مقلد هر کدوم از مذاهب اربعه باشیم. اما در اصل این لقب مفتی در ایران ما، در همین اهل سنت مذهب حنفی ما، در منطقه ترکمن صحرا و بلوچستان و خراسان به اشخاصی گفته میشه که بعد از اتمام دروس مولویگری یا آخوندی میرن 2 سال دوره تخصص فقه حنفی را به پایان میرسانن و الحمدلله یلمه الله متعال به من احسان کرده که بعد از اتمام دروس مولویگری یا آخوندی الله متعال به من احسان کرده که من 2 سال تخصص فقه حنفی را خواندم. پایان نامه‌ای در 514 صفحه کتابی به نام مسائل مهم اعتقاد فقهی از دیدگاه اهل سنت نوشته و الحمدلله والمنه با معدل 19 و 75 الحمدلله بنده قبول شدم. و بعد از اینکه دوستان بنده درس تمام کرده بودم آمدم به منطقه ترکمن صحرا، خیلی از دوستان خواستم بنده را با همین لقب، با همین درجه پای علمی که بنده من رسیده بودم بنده را خطاب بکنن. میخواستم بگم مفتی امان الله، بنده نگذاشتم، گفتم که بنده تواضع اختیار میکنم، شما حالا مفتی مردانی یکم چاق و چله‌تر و یکم هیکلی‌تر از بنده هست، ایشون را حالا شما میخواید مفتی خطاب بکنین که حقیقتا هم احتراما به این لقب لایق هستن و به این درس هم خواندن، ایشون را حالا شما میخواید مفتی بگین مشکلی نداره. حتی در زیر بعضی از CD ها و نوارهای بنده دوستانی بودن که نوشته بودن مفتی امان الله، بنده اینها را بنابر تواضعی که داشتم نهی کردم. ولی حالا که امروز که متاسفانه مخالف ما قرار گرفتن پیج تقدیر یک و مدیرانشون، حالا که مخالفان ما آمدن ما را به این لقبی که الله متعال به ما توفیق داده به اون درس خواندیم و رسیدیم، حالا ما را ملقب کردن و خطاب کردن، من بعد از طرف بنده برای دیگر دوستان هم اجازه هست که اگر احیانا میخوان خطاب بکنن، دیگر از طرف بنده مانعی در این مورد وجود نداره. اینو بنده بهانه قرار دادم، بنده دنبال اسم و رسم و این موارد نیستم. اگر بنده دنبال اسم و رسم بودم، راه به دست آوردن اون با این امام و با این ریش و با این سخنوری که الله متعال به من داده خیلی آسان تر از اینها به دست می آمد که من در مقابل خیلی از اشخاصی که به نام دین در منطقه ترکمن صحرا دارن فعالیت میکنن بیستم و این همه مشکلات و پریشانی ها در جامعه اهل سنت ظاهرا برای بنده پیش بیاد. اما این بهانه هست قرار دادم این مسائل برای بنده که بنده را به چه نامی خطاب بکنن و چه فیلمی علیه بنده بسازن و چه تهمت هایی برای علیه بنده بزنن، اینا برای بنده اصلا هیچ ارزشی ندارن. اما اینجا گفته مفتی وهابی، حالا ما متوجه شدیم که مفتی به چه کسی گفته میشه. این حضرات چون که در منطقه ترکمن صحرا خواندن و دیگر مناطق اهل سنت را عموما وهابی میدانند، متاسفانه به مناطق دیگر اهل سنت برای خواندن درس نمیرن و از این جهت پایه علمی اینها متاسفانه بسیار ضعیفه و از این جهت که ضعیفه خیلی از مسائلی را که در مذهب حنفی بر خلاف مذهب حنفی هست نمیتونن درک بکنن و چون که در مقابل اونها قرار میگیریم ما، چون که ما از مذهب حنفی برای دلیل میاریم، نه این را نتونسته درک کرده و متاسفانه این تهمت وهابی را به طرف هر کسی که اون با اونا موافق نباشه متاسفانه سرازیر کرده متهم میکنن. دوستان عزیز گرامی، حالا الحمدلله والمنه متوجه شدیم که مفتی به چه کسی گفته میشه. اما وهابی کی هست؟ وهابی که اینا میکنن، وهابی که اینها میگن اگر ما قبول کنیم، پس ظاهرا اینطوری که بنده تحقیق کردم چیزی به نام اهل سنت و الجماعت در دنیا وجود نخواهد داشت که انشالله در قسمت دیگر الله متعال به من توفیق بده به نسبت اون مواردی که اینها این همه وهابی میکنن و اون را وهابی میدانن گذرا انشالله به نسبت اون مسائل بنده عرایض خدمت شما خواهم داشت. به نسبت اون شبهاتی هم که جلوتر
در همون خصوصا در قسمت هفتم ظاهرا دلایل محکم از مذهب حنفی آورده بودن. انشالله با اونام خواهیم رسید که چه خیانتایی با قطع برید از مطالب کتاب های مذهب حنفی متاسفانه میخوان به خورد اهل سنت بدن. شما انشالله راحت باشین دوستان عزیزان گرامی، حق طلب ما، ان الله معنا، الله با ما هست، ما از قصد و غرض و نیت خودمون خبر داریم، خدا هم خبر داره و انشالله تا زمانی که ما زنده هستیم هرگز نخواهیم گذاشت که اهل سنت و الجماعت توسط چنین اشخاصی به مسیری غیر مسیر اهل سنت و الجماعت خدای نکرده سوق داده بشن. منتظر باشین در در پست های بعدی. الله متعال توفیق بده سر ته تو این مطالبی که اینها ظاهرا از مذهب حنفی بیان کردن ولی حالا که خیانت کردن و اون رو قطع برید کردن برای شما بیان خواهیم کرد.